سلام بیننده ارجمند، امروز دوشنبه 16 مارس است و ساعت به وقت شهر پراگ 10. حالا نگاه میاندازیم به موضوعهای برنامه خبری امروز. برنامه ساعت رسا 5 به وقت شهر دوشنبه در کانال آزادی ویدیو در شبکه اجتماعی یوتیوب مستقیما نشر می شود و ثبتش را هم می توانید آنجا ببینید. همه خط‌سیرهای هوایی میان تاجیکستان و ازبکستان سر از امروز دوشنبه 16 مارس به مدت 2 هفته قطع می شوند. تا این وقت دو شرکت ازبکستان هوا یولری و سامان ایر از دوشنبه به تاشکند پروازها انجام میدادند. این تصمیم بعد از آن گرفته شد که مقامات ازبکستان 4 حالت گرفتارشوی به بیماری کووید 19 را در این کشور ثبت کردند. از امروز در قزاقستان نیز بنابر پیدا شدن کرونا ویروس در این دولت وضعیت فوق‌العاده جاری شده و همه مرزها بسته شدند. چنین اقدام باعث در ماندن صدها تن از مهاجران کاری تاجیک در مرزها شده است که توسط این کشور از روسیه به تاجیکستان برمیگشتند. در این باره امروز در برنامه خبری برای شما به تفصیل خواهم گفت. کی در روسیه سند امتحان زبان روسی را برای مهاجران به تجارت تبدیل داده است؟ والنتینا ماتوینکا رئیس شورای فدراسیون پالاتای بالایی پارلمان روسیه از کار بخش مهاجرتی وزارت کارهای داخلی روسیه به شدت انتقاد کرد. با گفته او شورا از مهاجران زیاد شکایت دریافت می‌کند که آنها هر بار برای گرفتن پتنت مجبورند از نو از زبان روسی امتحان دهند، حالانکه سالهاست در روسیه کار و زندگی می‌کنند. چرا گرفتن پتنت خرج هنگفت دارد و کی در روسیه از امتحان دادن مهاجران فایده مالی می‌بیند؟ ماتوینکا با مقامداران روس در این باره چی دستور داد؟ در برنامه اخبار بررسی خواهیم کرد. ازبکستان تصمیم گرفته است تا 2 ماه دیگر کانال بزرگ حصار را به صورت کلی پاکسازی کند. این کانال سال 1942 مورد استفاده قرار گرفته، دست کم 30 سال اخیر کلاً پاککاری نشده است. تصمیم ازبکستان برای تازه کردن کانال حصار به آن خاطر است که در موسم خشکی آب این کانال برای آبیاری زمین‌های ولایت سرخاندریا استفاده می شود. یک تحقیقات اخیر معاین کرده است که پیشه طبیبی و آموزگاری از کسب‌های سرطلب میان دختران تاجیک بوده است. بر اساس این پژوهش که مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان در همکاری با بنیاد اطفال سازمان ملل متحد انجام داده است، 34% دختران مکتبخوان در سراسر کشور کسب طبیبی و 23% آموزگاری را برتری دادند. چرا محض همین دو پیشه میان جنس لطیف در تاجیکستان محبوبیت دارد؟ کوشش میکنیم برایتان در برنامه اخبار توضیح بدهیم. و در برنامه امروز بیننده ارجمند گزارش هم خواهیم داشت از نمایشگاه قالین‌های افغانی در شهر دوشنبه که در تاجیکستان و جهان نفوذ دارند. به نقل قالیباف‌های افغانستان دسترنج آنها از رنگ‌های طبیعی آماده شده 10 سالها مهلت استفاده دارند. ضمناً در تاجیکستان نیز استحصال قالی‌های افغانی به راه مانده شده است. چون و چرا را بعدتر از 3 ساعت دیگر در برنامه اخبار خواهیم گفت. بیننده ارجمند، این بود فشرده موضوعهای برنامه خبری امروز. تا کمتر از 3 ساعت دیگر ما را در پخش زنده در صحیفه آزادی ویدیو در یوتیوب و هم صحیفه های رادیو آزادی در فیسبوک و نقل هستی که همراهی کنید.